سهراب دودرجان درباره همین پیستا گپ زن. تو گفتی که در همین پیستا یک 10 ساله شد نبست بعد بریدیتونو اگهش پیوند کنی کنی گوشو اگه جاش بریده چه پیوند کنی بینندگان محترم همین پیستای ما پیشنهادیم 10 سال شد پیستاش یک تنیمتا پیستای مایدایی که اینجا محل اینجا این مدت وایده میکرده نیویگد نبود مدت محکوم نبود ما از همینجا همش عمل داشت همش بریده همینجا پیوندی نیست پیوندی همجاش بریده او همجاش ناوده ناوکات بریده ناوده توزکات در ناوده توزه پیوند کرده ناوده توزه در عمل در موهی ایون نه در موهی ایون بو پیوند زدیم همین وقتی که در 10 سانتی متر عمل میکنه این پیونداتون همین ساله سالی گذشته همین دم 2-3 ماه همین قدر شد در 3 ماه این قدر عمل کردی برای در 2 ماه ایون این او 3 ماه 2.5 3 ماه این پیستا است که اوجه این باید این سال یا از همین سال نودوست خطاب رسد شو شود مثلا تناش سفید شود میرسد سال دیگه عمل داد ان شاء الله میبندد خدا خواه من هم دیارون عزیز که مایده است که زورش عمل داد نمیرسد وقتی پیوند میکنی اگه پیوند بولو عمل بسیارتر او ریشه پیشینه کم تر عمل میکنه او یگان 3 سال میکشد ایده باید همین سال دیگه امروز سال سال دیگه گیرد هم دیارون عزیز انا من و شما در تجربه نشون دادم که من خیرمنجو انجیرو رفتم طرف شروبود پایانش لسخوز درختای بسیار قوس بسیار بود نمیبست انا این خیلی اگر بریتون دیده از اونجاش بریده است ناوده های ناو کرده است در ناوده های ناو پیوند کرده است و پیوند همین گرفته است بینه چخل کلان شدگی از سبب اون که ریشه با قوت است کنده با قوت است اوج رو بینید که 2 متر دویده است در یک 2 ماه در 2 متر دویده است و خدا خواهد بعد از 2 سال این علاقه سطیل پیستا میتید حاضر هم دیاران عزیز من بینید پیستا زور رو حاضر ما میریم پیش درخت پیستا دور انا اینش هم همین خیلی هم بریده بودید شما همین خیلی عمل گیری همش گرفته نایچه پیوند دیگه توزه کنه نکنه آها نه نایچه پیوند گرفتگی من اینش هم گرفته است هم خیلی بریده گرفتگی در هر درخت 4-5 تا پیوند گذروندگی در هر درخت 4-5 پیوند کردگی من این پیستاهاشون چیندیان اینش مونده است من این پیسته کجا است این کلون ایرانی است می این ایرانی است باز همین ایرانی را وای اکبریش هم داریم دن نه این پیسته کلونش ببینید این ایرانی اکبریش همین میونی نه اکبریش نه ولی اکبری ایده کلون میگیم باز میبینی نشون میتیم نه اینه یو در بایش همش وای اولی چند فویزش را طور خودش کشوده میشود؟ هم قریب 90 فویزش 90 فویزش کشوده میشود همش هم خطاب رسد اگر بر وقت نچینی اگر یگون اینم اگر ما خمودیم نمیشیمش دوستش هم دارن از این یک پیش درخت میریم این درخت خیلی بوش است ورتش واه پوش پر از پیسته همش همین خیلی بود همش چین یه مکیز کردن شما وای دومت حاضر اکجان من همین واه این پیسته خیلی بسیار بستگی هر یک کدومش همین خیلی بستگی چیندگی با یک 10-20 فویزش سهراب جان همین درخت چند ساله است و چقدر پیسته میگیری همین همین این قریب 10 ساله میشد نه 10 کیلو زیاد میگیرم نه سال اولی با وایشای اوهو این پیسته بینن انا پیسته باید ایرانی بو باید نشونتی نشونگو این در داخلش همش میکشوی این در کور نیست دیگه خیلی نه در پیش نمیکشویم همش خندونک دوش است هم دارون عزیز در حقیقت 20,000 فایده کلان دارد فایده پولی دارد مهنتش کم است اوبا کم میتید همین در رسپوبلیکای ما در جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنقره این طرفا یگان جولی پیستا نشیدن نیست پیستای وای همین با درک گفتن اومدن که بیا پیستاتون بخریم و برای وای 150 وای کدام پرلگات کردن که برو همین خیبو بچینه تی مودا ما همیرا ندادیم برای چی امسال از خودمون با میگیم با ان شاء الله همش جمع بس کنیم همینو پیستا داشتن چی دید همه اینو پیستا داشتن اینجا ما اکثر کدامی که پیستایی که نم مایده بود نمیباست ما همش بریدگی این سال پیوند زدن دیگه این میبنده امسال این گلخونه است نمی گلخونه این همه گلخونه نیا همه سرخه کلون گلخونه این تا قمایده نباشه اگر ممکن 50-60 گلخونه زیاد باشه یک 10 کیلو سول نه 10 کیلو نه یک 5 کیلو ممکن بندد
مایده‌تر است. اینا همه حاصله. همین سرخک‌ها همه حاصل سال آینده. اینم سیاهک‌ها. من همه اینا همه یا چین دن نکش کردن. چین دن میاد. پیستش چین دن می؟ نه دانغرا نسبت پیسته ایرو تیز میشه پازا. اینجا آخه گرمتر است. در چورباغ ما هم الان پخته است. نه اون پیسته فرقی نداره. نه پیشپزک هم هست میدونم. در چورباغ یک پیشپزک هست اگر شاید من حالش رو اینا ببینن. این مایده تر. دانغرا پیوند دانغرا. این پیستای محلی. محلی دانغرا. اکن اکای ذکر سورابجان گویه که کدام پیسته خوبتر است؟ پیسته محلی خوبتر است یا پیسته ترکی و ایرانی؟ از کدام جهت فرقیت دارد؟ فرقیت از جهتی وای دارد. از جهتی پیسته ایرانی همین خش خوب که حجمش کلان و در بازار تور نوید دارد. برای وای هم به نهایت برای تجارت هم خیلی نغز است. پیسته خودمون هم که بد نیست. همین پیسته عموما خود تاجیکی یا ترکی فرق ندارد چی خیلیش باشد. این یک چیزی جنون ایده برای خیلی بگیم بیزنس و فایدهش. اینا ما عمل کنیم و ایده یکون یک همی بهار در علفش توزه میکنیم یک آب سر میتیم رفتن میگه ما یکون کار نداریم. سروجم یک بهار در یک ابریسکه وای میگذاریم شه تمام. رحمت پیسته اکو پیسته خودمون با مزه تر است. سالک دونش مایده تر که هست ها بزرگزاریش قینتر نکیم. پیسته خودمون جنون است از جهتی مزهش. اینا ببینید هم یارو نزدیک درخت‌ها رو. هر سه نمودی پیسته در وای خمون. این درختاتون چند ساله شد خدا بخیر؟ نه ایش 7 اونش 10 ساله. 10 ساله ببینید چه کلان شده سالک. این بولاشو برید پیوند برای پیوند گرفته؟ یا که ابریسکا کده؟ ابریسکا زارندگی. برای پنجه زدن؟ این ابریسکا زارندگی برای کی وایش بخواشه نه اوج شوی وایش دی برای سال اویاد نباشه. خوشم میبندد من اینا میسیو حقا ها. این خوشا برای سال آینده. اینو چین دیده که البته الله. چین ما یو خیلی چینی ما. شکلی خدا ما از ماهی از اولی ماهی ایون. این پیسته کلان بود است این چه؟ ایون موجه پیسته چین نیستیم اکا. اولی ماهی ایون؟ یول. از اولی ماهی ایول ما پیسته چین نیستیم. نه یک موضوع چید. ما اینجا هر مهمانی میاد هر مهمانی که هر شناسی که ای دیگر جو میاد با خاطر پیسته میاد 2-3 کیلو میگیره خاطر خودش میره. من دمان داخی؟ هم دیاران عزیز بینید من سحر بعد نماز بامداد خسته آمدم و از آمدگیم پشیمون نیستم. اینا بینید من این پیسه بود دیگه سورت بود است از برگاش بود دیگه خیل. امو اکبری همی آیا کیز کیر؟ من یک چند نمود پیسته زورها هست پیسته نیهول ها هست. هم دیاران عزیز خواهی کن من این نوار ها اینجا قطع میکنم باز یکون جای دیگرش رفته با نوار میگیرم. اگر که یکون سوال ها پیدا شد گپ زنید من پیسته زور بود است. دیدید پیسته زور که با طور دستی در زمین لالمی با استفاده از آب قطرگی خیلی که میگوین که زمین آبدار رو نغز نمیبیند دروغ است. زمین اینم آب میخواهد اینم نم میخواهد. هم پیسته آب رو نغز نمیبیند از آن رفته است که در زمین لالمی هم میشود خشک نمیشود از همین رفته از این گپ. برای همین هم دیاران عزیز پیسته هاتون رو آب تیزتر کلان میشود هیچ وقت خشک نمیشود. دروغ است که آب رو بسیار دادید خشک شده است. آب رو هم وقت بهتر خشک میشود که گردش کلمک شود و با شبانه روزی اون کلمک شود و با ریشه ها نفسگیر شود. اکای ذکر درست گفتم؟ اکای ذکر رحمت به شما برای اکسکورسیا برای نشان دادن پیوند برای من این پیسته هاتون باز یک بار دیگه توصیه میتونم با آدم‌ها که پیسته زور کنن. لالما ده هم خیلی آبی قطرگی قطعی پیسته زور کنن. هم دیاران عزیز من این پیسته زورشون کلان دور رفتگی من 2 هکتار حالی. سوراب جان حالی آینده با پیسته زور کردنی هست شما؟ انشالله در پلان است. در پلان است. حالی من از ترکیه رفته بیارم نیهول خدا خواهد شما دسترس میکنید 2-3 هزار دونه؟ البته برای زمینی که اونجا خالی است اون طرف همه آبیاری کنیم انشالله میکنیم همین باید. رحمت به شما. هم دیاران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید.